بازگشت مسی به بارسلونا، از رویا تا واقعیت. رویایی که مدیر عامل بارسلونا قبل از پیوستن مسی به اینتر میامی بهش دامن زده بود و الان بعد از گذشت 1 سال این زمزمه ها بیش از پیش قوت گرفته. حالا توی این ویدیو میخوایم این انتقال رو بررسی کنیم و ببینیم که اصلا این انتقال ممکنه یا در حد یک شایعه است. لیونل مسی فوتبالش رو در بارسا از سال 2000 تو نوجوانان بارسلونا شروع کرد و در سال 2021 از این تیم بزرگ و محبوب در کمال نوآوری جدا شد. این تصمیم چالش‌های زیادی هم برای بارسا و هم برای مسی ایجاد کرد و به غیر از این شوک بزرگی به هواداران تیم بارسلونا وارد شد. مسی بعد از جدایی از بارسا تصمیم گرفت به تیم سرشناس پاریس سن ژرمن ملحق شه که بازیکنان بزرگی مثل نیمار و امباپه در اون تیم حضور داشتن. طی 2 سال حضور لئو تو پاریس سن ژرمن علیرغم اینکه آمار قابل توجهی رو تونست ثبت کنه، ولی به گفته خودش از ته دل خوشحال و راضی نبود و این حس به تماشاگرها هم انتقال پیدا کرده بود. و اینجا بود که بعد از اتمام قرارداد مسی با پاریس سن ژرمن شایعه حضورش در بارسلونا قوت گرفت، طوری که حتی خوان لاپورتا مدیر عامل بارسلونا نسبت به این اتفاق چراغ سبز نشون داد و در همون زمان هم شایعه پیوستن مسی به یکی از تیم‌های عربی با مبلغ نجومی به گوش می‌خورد. لیونل مسی که همیشه با حرکات خیره کننده و غیر قابل پیش بینی تو زمین توجه همه رو به خودش جلب می‌کرد، این بار هم با یک تصمیم عجیب و غیر قابل پیش بینی با دیوید بکام، مالک و مدیر عامل تیم اینتر میامی به توافق 2.5 ساله رسید و دلیل این تصمیمش رو نیاز داشتن به آرامش دونست. مسی تو سن 36 سالگی آرامش خودش رو در تیم اینتر میامی میدید، چون اونجا کسی نیست که بهش هو بکشه یا دلیل باخت تیمش رو همکاری مسی بدونه. اینجا همه مسی رو به چشم یک ابرقهرمان میبینن و وقتی در دقیقه 78 تعویض میشه، تماشاگرها هم ورزشگاه رو ترک میکنن. اما یک اتفاق این شانس رو به هوادارهای بارسا میده که دوباره لیونل مسی رو تو لباس بارسلونا ببینن و اون اتفاق حذف اینتر میامی از پلی آفه که طبق قوانین مسابقات لیگ فوتبال آمریکای شمالی، تیم هایی که از راهیابی به پلی آف باز میمونن باید چند ماهی رو بدون مسابقه سپری کنن و تو این مدت بازیکن ها میتونن به صورت قرضی تو تیم های دیگه بازی کنن و این فرصت برای بارسلونا و هواداران این تیم فراهم شده تا لئو رو با لباس بارسلونا تو نیوکمپ تشویق کنن.